دختر نازنین اپای سیده بانو زیبا جون. من خودم 3.5 ساله بودم. مادر مایده است. مادری من میگه که بترسان خشتامنت شو تا بترسان خطا علا سرده. مادری من راستی آمد در همون جایی که اوقات کرده است همونجا دخت چه علا سر میتیه. راستی پدر خود را ندیدم. من در بدن مادرم بودم. پدرم ترک انسان میگفت که من تو در عاشق من تو ناز نبینم. ما یا که نمیدونم ای حسابی کودکی بود ای حسابی وای بود که دفشه گفتم. رحیم پروداکشن. سلام علیکم دوستان، هواداران کانال رحیم پروداکشن. این برنامه نوبتی ما برنامه سیرهای ناگفته همراه اپای سعیده با تخلص ضربانو که در صحنه‌های ما به همین نام نقش می‌آفرد. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه سیرهای ناگفته و سیرهای ناگفته نماند که در برنامه ما اشتراک دارد دختر نازنین اپای سعیده بانو زیبا جون. زیبا جون شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. خوش آمدید. زنده باشه جون. سلامت باشی خواهر جان یکش. و این خوش آمدید میگیم اپای زربانو همراه دختر نازنین و تمنیات شما اپای زربانو با کلی اون نفرانی که شما را این لحظه تماشا دارن. اولا سلام علیکم میگم با کلی آن مخلصایی که در غریبی هستن، در وطن خود هستن. ما را در نهار تماشا میکنن. بله تماشا میکنن. با کلی آنها سلام خود را میرسونم. بعد سوال که شما میدین ما جواب میدن. خیلی و میگذاریم به قسمتی سوال ها آیدی شما. خیلی زیبا جان از برنامه خوش آمدید میگیم. رفته در جای خودتون شینید با حضور که شما در اینجا طاقت کردن نمیتونید بسیار میجنبین در برنامه خلال نرسانید. و میگذاریم به قسمت سوال. یکم سوال با شما چنین داده میشود. ما همین جای جیگری گپ میقپیم ده. در همین سین سال دختر شما چند ساله است؟ 6 سال. 6 ساله. در همین سین سالی که شما داشتید، در همین سین سال زیبا شما چی را دست دادگی؟ در سین سال فرزند خودم من خودم 3.5 ساله بودم. مادر مای دست دادم. مادر خود را 3.5 ساله که ای دست دادم ولی پدر خود را ندیده بودم. پدرتون خوردی بد بوده این دنیا گذشته؟ نه پدرم گذشتگی نیست در دنیا. راستی پدر خود را ندیدم. من در بدن مادرم بودم. پدرم ترک کرد. مادرم رو پس رفت. شما را یعنی تازیتون پدرتون زنده است؟ بله زنده است. اما رفت اومد بین شما نیست؟ نیست. میدونه که در کجای در چی کارو باره؟ بله. پدرم در حیات است. در طرف ازبکستان. زندگی داره، آیله داره، فرزند داره. راستی وقتی که من مادر خود را دست دادم 3.5 ساله بودم. بدن مرا ببین کلام کرد. ببین کلام کرده خیلی برگویه رسان. در سن 14 ساله بودم پدر خود را اومد. پدرم اومد. پدر خود را دیدم. راستی روزی نبودم. ولی که وقتی که مرا ببین کلام کرد، تاغامشون کلام کردن، خالام کلام کردن، روزی نبودن که من پدر خود را بینم. حتی در مرگ مادرتون پدرتون در جنازه مادرتون اشتراک کردگی بود؟ نه. پسانی که شما اینقدر سال از خوردی از 3 سالگی به سن 14 سالگی رسیدید، بعد از آن پدر به سراغ فرزندی خود اومد با خواست که فرزند را ببیند با چنین کارها با چنین زندگی که فرزند میخواست که در چنین خردسالی خوشبختی زندگی آرزو داشت که در بغل مادر اچاق کنه مادر خواب را و آرزو داشت که مادر با دستای نازنینش و طفل نازنینش یک خوراک با لذت بیند. اما همه چیزها را شما نتونستین که بینید. همه خیلی بود؟ ندیدم. سبب جدا شوی پدر از مادر در چی بود؟ راستی نمیدانم در کدام سبب بود که پدر و مادر مرا ترک کرد. در بدن مادرم بودم نمیدانم اینا شو. امی خشه که بر گفته خالامشون با گفته تاغام که
در خانه همه بیبی باباگی اتاگیم ترکر رفته که مادری مرا رفت میگن قزاقستان رفته که همونجا خیلی اکو نمیدونم اون طرف چی گپ پاشیدگی راستی من خیلی خورد بودم خالامشون این گپا رو میگفتن تا حالا میگن یکی یکم سبب یا یکم گپ زدن ده که همیره میگن که پدر ای کار کرد مادر ای کار کرد گفتن راستی وقتی که پدری ما ترک رفته که مادر ما ای بین من 3 ساله شدم راستی بعد مادری ما به شوهر برومد شوهری نو نیست کردن شما همراه بیبیتون و تاغتون در خانه بیبیتون مونده نه؟ مرا بیبیم کلام کرده راستی ای بین 6 ماه گذشته طرف همه ایسار در شوهر کردگی بود ای بین 6 ماه گذشت بینشون آیلشون ده نمیدونم بین پیاندرم و بین مادر ما چی گپا گذر در بین 6 ماه من قشف میدونم که پیاندرم طرف مادرم میگه که ما سر میتیم من فرزند خودم نام رحمتی مادر ما موندگیم زیبونیسا نام زیبونیسا نام مادر اصلی شما نام مادر من راستی میگه که من ایرا جوابش میتیم میگه مادری من میفهمن ممکن که این سوالای مرا این گوزنی مرا ممکن که باید تماشا کنم برای که سوالای مرا تماشا میکنن پدرتون یا پیاندرتون؟ پیاندرتون ها؟ باید تماشا میکنن اگه من ای گپایی که خالامشون مرا گفتگیان وقتی که میگه که من جواب ایرا میتیم مادری من میفهمم عبید ای اوقات رو وردسته میفهمم این سوالا این گپا را کتی خشتومانش گپ زیسته کتی مادری خودش بسر با همراه مادر صحبت کرده بله صحبت کرده مادری من میفهمه و اوقات میمونه یکم چی نمیگه پیش همسایه خودش میره پیش همسایه خودش میره میگه که اپا میگه خیلی نام پیاندر من نگیرم میگه اپا میگه همین خیلی مرا میگه که جواب من میتیم راستی مادری من ای پدر خودش میترسه مقصد من یکم بارا بدبخت شدم اگر دویم بارا بدبخت شم نزد پدر مادر برام میگن که اینجا گناه در سر تو بوده که شوهر یکم ترا سر داد دیگه سراغ نکرد اینا دیم جدم طاقت نکردی برای ننگ ناموس شیده برای که دیم بارا روی خانه پدر نرفتن که همسایه و خیلی مردم کپ و چپش بیسته میشه و با هم خاطی را در نظر داشتیم من فکرم بله میره و میگه که من راستی ایو تام میترسم و چیکار کنم که من از جواب من نتیه من نرم خونم بعد همسایش میگه که زنه که با عقل میشید ای گپا نمیگفت یکمش با مادری من او همسایش خیلی به نظر خورد بود اگر زنه که با عقل که میشید ای گپا رو نمیگفت مادری من میگه که بترسان خشتامنت شد تا بترسان خطا علا سرده مادری من راستی اومد در همون جایی که اوقات کردسته همونجا دخت چه علا سر میتیه برای یک سبب بگه پی همسایه شیدن؟ بله همونجا میگیره چه علا سر میتیه 95% فویز همین خیلی سوختگی بود 3 روز زنده من حتی 3.5 ساله بودم همین بالیسه حسار برده بودن مرم برده بود همین پیاندرم اومد در خونه گریف مرا برد کتیوی همین رحمتی ببین رفتم خیلی به هر حال دیدم مادر ما دیدم در رنگ گوارا برین محکم بود همه جاش به هر حال خیلی دیدم من داد زدم که نه تو چی من استی می اومد خبرگیری می اومد می دیدم من خیلی به هر حال مهری مادری هم داشته باشم من اپا می گفتم چه مراستی برای که زیادتر مهر و محبت شما در بیویتون بودن شما را ای کلام کردگی بود بیویم دکی بود اپا می گفتم انا اپای زیبون که آمد می گفتم من رفتم گفتم نه تو نیستی تو زیبون نیستی برای که امی خیلی فقط امی روش میتوفتم دیگه همه جاش سانده پیچاندگی بود همو بگهش بعد خیلی ای دست دادیم شد آخران باره که شما مادرتون دیدین در دمی مرد در بلینسه بودن؟ بله بعدی که آوردن شد در امی خانه پیاندرم راستی در روی خانه که خواب بود مرا ندر آوردن دستی خوابم ده دختری خوابم ده ده همونجا بگهی بود تا ساعت 5 ده همونجا مرا نگاه کردن و بعد گرفتن خانه بیویم با آوردن روی کردن من دیگه شمی قدمت دیگه مادر را ندیدم راستی
باقی مانده عمرتون همراه بیبیتون گذرانده نه؟ بله. خیلی بهترین خیلی خدا جوش جنت کنه آخرت چه آباد کنم بهترین فرزند به آقای رسونده میگذاریم به قسمتی سوال جواب اگر ناراحت کرده باشیم غمگین کرده باشیم این چیزی بود که باید مردم مخلصای شما میفهمیدن و میگذاریم به قسمتی سوال دیگه به شما چنین داده می شود که اپای سید افغانو شما در کجا تولد شدگین از عنوان کودکی تا حاضر فقط دوره شوهرداری سوال جداگانه میشه اون یعنی کودکی کلان شویره و راستی در ناحیه رودکی در دهات لاهور در همونجا تولد شدم در همونجا کلان شدم مکتبی رقم 16 رو بود کردم راستی زادمون که اولاد و اجداد حساره حسار مردمی حساره مردمی بهترین حساره در آن مکتبخانه آنی که در مکتبای میانه میخوندن با یکون نفر اظهار محبت کردگی بودی؟ راستی یاد ندارم یاد نداری؟ بود یکون نفری که در شما اظهار محبت کردگی باشند قشلاق چکله مثال در بالای ویلی که خرنگ نزد شما اومدگی باشند یا در سر زمین در جمعکنی حزم جمعکنی مثال شما در گپ پرتاتا باشند یکون حالتایی بود که شما تا حاضر مثال همون حالتها یک سینی وطناتون میرین دیوتون زنه مثال چکله دوره کودکی بگین دوره مکتبی راستی یک اگه این را گفته مجبورم جواب ده چیزی حق که مخلصا فهمه فقط کارهای غیر قانونی شگفت لزده نه راستی خورد بودم یک مهمون بچه می آمد همسایه‌مون خونه همسایه‌مون بعد راستی زمستان بود با برف شپر پیکنیک کردیم بازی میکردیم همون چند باره که مثال میگفت که من تو در عاشق من تو نغز نبینم ما یا که نمیدونم ای حسابی کودکی بود ای حسابی وای بود که دفشه گفتم فقط مقصد شما عشق عاشقی خبر نداشته نه؟ بعد راستی وقتی مکتب میرفتم ولیکتی می آمد گرگرد همون مکتب ما بعد همون دوری میدیدم یک تا خش تباری هوای هنسیفی من بود بعد فقط میگفت که سایده میگفت آمد کی میگفت میگفت آمد نامشه در اینجا نامشه نگیرم نامشه میگرفته که میگفت آمد میگفتم دفشه اونم دفشه میگفتم همین کلمه نه که تا حاضر بین ما یکون شوخی یکون چی میشه و میدونم که همین کلمه رو بیشتر استفاده میبرم دفشه همین چیزا بهترین و سوالی که نسبت پدرتون بود بعد از این سوال میشود سوال دیگه برای شما اویلدار هستید ها؟ نه اویلدار بودین زندگی که حیاتی که قطعی شوهر شناس بودین مجبوری دادن چند قدر زندگی کردین شوهرتون زنده وفات کردگی پستی های زندگی آیدی که زندگی قطعی شوهرتون گذشتگی کن همون را برای مخلصان فهمونه در چند سالگی شوهردار شدگی راستی من 18 را بود نکرده 18 دادت رو اومده من که اویلدار بودم با شوهر رو اومده راستی یک حیاتی بهترین حیات داشتم زندگیم دیگه با دیلم بود همه طرف اساس بود 7 سال زندگی کردم وقتی که من در زندگیم همه طرف مثال وای بود دخترچم به دنیا اومد باز زندگی شیرین‌تر شد بله شیرین‌تر شد راستی 7 سال زندگی کردم شوهر خود را دست دادم با کدام سبب؟ به سببی که سویت زد شد شوهر شما چیکاره بود؟ شوهر من در همه طرف سیویسه همه طرف باید افغانو میگم همون طرف دا زواد داشتم زوادی سمیچکه میپروردن زوادی همی صابون هم خرید زمان بجا در راستی سویت زد شد ای دست دادم شد بعد فرزای شوهرتون رو از دست دادن شما در خانه خسر خشکماتون چند قیس دادید؟ نایستادم شما ختم برآمدین یا شما را سر کردن؟ راستی من نرفتم دیگه برای که روزی که شوهر ماما ای دست دادم دادری وای بود من
мара неву тарафи холам гуфт. Тарафи холам гуфт ки ма Зеборо наметимша. Зеборо наметимша барои ки ин ёшай бо қафои зиндагиш меша агар кӯдак азоб накаша. Рости холам баъд мега ки не ман Зеборо наметим. Агар Зебо азоб каша мега Саида мега худаш бепадар модар буд мега калон шид мега. Тарбия ёфтад мега. Агар сари ами фарзанди авай сараш айсанг боша калон мешава. Мега рости ҳамуҷа як каме гапош баҳсу муносибат бани якдигара? Бале, ҳамун шуду, лекин ма дига нарафтам рости. Пас он фарзанди шуморо Зебоҷона хабаргирӣ меомадан? Ягон чи ёрдам мекардан, дастгирӣ мекардан? Буд рӯзое ки занг мезадан? Аз рӯзе ки ҳаму айхона меган пота беран монди, на суроғ буд, на дарак? Нест. На суроғ кардан, майла набудшон ки мара суроғ накардан, барои ки ма уже авакай гуфти гапои қафои зиндагии худам шидам мисол, ҳатто ҷияни худшона суроғ накардан. ҳатто лаҳзое шид ки фарзанди ма каме буд нотоб шид, каме мазаш гирехт, дар ҳами балинсаи Истиқлол 2 моҳ хоб кард. 2 моҳ хоб кард, 1 моҳ хай баличени хай духтарчам шифо наёфтад, амалиёт шидак. Рӯзе ки саҳараш амалиёт медроварданша, холи калоним буд хай, гуфт занг занша. Занг зад ба ҳар ҳол ба ҷияншонай Хабардор шаванд аз ҳамин ҳолат ки ҳамин хел вазъият ая? Бале. Ман занг задам, гуфтам ака, гуфтам хай салом алейк кардаму гуфтам акаҷон, гуфтам як мошид Зебо дар балинсаи Истиқлол ховай, гуфтам саҳар амалиёт медуранша, гуфтам хай дидан ки шифо наёфтеса, гуфтам амалиёт мешава. Дар ҷавоби гапи ма гашт гуфт ки вақт биёвум миём гуфт ки вақт биёвум. Ма ҳазор раҳмати калон ака гуфтаму телефона киштам. Дар байни 1 сол 1.5 сол, бале, дар байни 1.5 сол ма телефон кардаму ҳамурам дар рақамҳои шавҳарам. Рақамҳои шавҳарам ки дар дасти додараш буд, ма медонистам ки дар дасти ҳавае, ба ҳамун рақам занг задам, гуфтам гира ҳамин номере, дигар номершона намедонистам. Шавҳари шумо мисол дар зинда буданаш, дар вақти қатъи шумо буданаш, дар ягон васиятнома ё ягон хона, ягон чизи шахсӣ барои худаш дошт ки барои шумо гуфта боша ки мисоли нем чиз барои мо ё немехелай? Не росте, надошт. Ман вақте ки ҳамроҳи шавҳарам будам, дар ҳамаи Маяковский зиндагӣ мекардам, росте иҷора мешидам бо ҳамроҳи шавҳарам. Лекин зиндагим ширин буд. Як бор ҳатто нагуфт ки айҷа хеда ауҷа ширин нагуфта буд. Зиндагим ки ширин буд, росте иҷора да мешинам, дар назарам наметавонам. Дар назарат наметавонам. Хиёл мекардӣ ки хонаи қасри шумондай? Барои ки дар иҷораи пеши пеш мешинондак, ман фақат мегӯ занак сабр кун, ҳамаш меша. Не ки ман як бор нагуфтам ки биё хона гирему, хонаи худмон бирем. Фақат вай худаш мегуфт ки сабр кун мешава, сабр кун мешава. Хай насиб да ки набудай. Рости не, ай ами раҳмати шавҳарам на хона, на дига чӣ намонда. баъди шавҳартон мурдан чанд сол из зиндагитона дар хонаи бивитон гузарондед? Ман рости аки хонаи бивим дамкина рафтам, чунки ҷо тақомшон ҳастанд ва ям зиндагӣ доранд. Ман рости хонаи холам да истодам. Соли 5 сол мешавад. Хонаи холам да истодам. Рости фарзанд ма дар пеш холам мондам, ғарибиё рафтам. Ба кадом давлат? Рости аввал Москва рафтам. Холам ки дар ҳамуҷо буд. Рафтам хай ҷо дар корборум, мисол хай корборш ки вай буд. Тоқат накардам ҳам айрӯи вай. Омадам бо рафтам, 4 бор рафтам ба Москва. Бо Москва рафтӣ? 4 бор пайҳам Москва рафтӣ? Сабаби мисол 4 бор рафтӣ, ҳозир вақте ки ман гапи шумо фаҳмидам, ягон ҷои бадӣ дошт ки гуфтем 4 бор ки рафтам нашид, ягон кас ба шумо лезид кард, ё кор маошона надод, ё қатъи семияе ки кор мекардем хуб набуд, сабабаш чӣ буд? Не, ман корум соз буд. Фақат
میگم که غریبی میری سیق میشی مثال وای طاقت نکردم. حالتایی نبود که مثال اکثریت دخترای توجیک در میشه مثال یگون کس مثال یگون پرگلاشینت کردگی باشه نشدی کار یا یگون زورواری کردگی باشه. راستی یکم سال رفتم دو ماه ایستادم خدمت مزم نشید. مزم نشید هم خنکی بود حسابی خنکی بود نمیدونم. خستم بلیط گرفتم آمدم دویم بارش رفتم دخترچم همراه دخترچم رفتم دویم بارش یک ماه ایستادم اکه قفای کار بارم بودم که گفتم تبرم دخترچم مثال زیق نمیشم گفته که راستی دخترچم توخد نکرد بینی آدم گریه بعد آمدم راستی دخترچم که مزش گرفته بعد قفای دخترچم شدم بعد یه وقت دو ماه دیگر رفتم خیلی کار بارم کمی هم بود باق آمدم بعد دیگه شهر رفتم. واسه در زندگیتون شما خودتون مستقلانه زندگیتون رو پیش میبرین؟ به دستگیری یگون شخص؟ بله. کسی مرا یاردم نمیتیم. کسی یگون خانه شخصی برای خودتون نیز داریم؟ راستی بله من نو ببینم تو پنجم میشه که خدا را شکر هزارم بار صاحب خانه رو درشیدم. با کدوم پول؟ غریبی در کار کردم. با شهر مسکو رفتین 4 بار بختون آمد نکرد سبب پول یافتن از کجا شد؟ راستی بعد یک دختر بود در امی تاجیکستان همراه هم کار میکرد. خب در رستوران. شما رستوران با حیث پیش خدمت کار میکردین؟ نه. آفیزگی سراینده. سراینده هم نیز بوده نه؟ بله. سرایندگی میکردم در امیر تاجیکستان. راستی بعد وای دخترک آمد کمی بود صحبت کردیم وای حیات خودش زندگی صحبت کرد من حیات خودم صحبت کردم بعد همه خیلی گفت که مگزین ایران کار کنیم در طرف استانبول گفتم روزی شدم راستی اول ترسیدم ترس در دلم آمد یک ماه بود فقط فکر میکردم بعد روزی شدم دخترچه ما خالم با کلا گرفت و خیلی نگاه نگهبانی دخترچتون با دوشی خالتون شده؟ بله. راستی در خالم که موندم فرزند من رفتم 1 سال نیومدم کار کردم بعد ایوجا طرفی گریتسیا رفتم در اوجا هم 8 ماه نیومدم کار کردم با آمدم دیدم که خیلی کارم سازه صبر کردم کارم سازه امی گفتی اپا در تنم نکردم و پولم جمع کردم صاحب خانه در شدم خدا باشه بهترین که صاحب خانه در شده یک سوال دیگر در دمون همین سوال میتونتونه بعد قسمتی سوالی پدرتون را میگذاریم که علاقه صاحب فرزند هستی صاحب خانه هستی خدا باشه شکر خدا مثال اگر بیبی و مادرتان نباشه پدرتان نباشه هست نفرانی که با شما نزدیکترن علال خصوص خالت مثال خیلی پر مثال خیلی نفرایی سوال چون است که اگر نفری که مثال با شما اظهار محبت کرده ایستاده است یگان نفری هسته که یعنی خیلی شما را تکلیف کرده است یا قدشان صحبت میکنه یا در دلتون هست مقصد دارن که قطعا ما اویله برپا کنید یک زندگی خوبی دیگر پیدا کنید همه خیلی نفر هست فقط راستش که چیزی که هست شاید شما بگنه همون نفر همین نوار را تماشا کنه بگه اوه بیست که این همه دروغه دلش در نیست مقصد چیزی که هست همون را گپ زنید بله یک نفر هست راسته شرط نیست جای کارش نامش یگان شرط نیست فقط همین قدر شد خودش خلاصه شد خلاصه شد برای که فکری مرم که ندیدی من چه قپیدم شد راسته هست یک نفر هست راسته حاضر بین آیله خودم بین خالامشون راسته امره ایمه دوگانم همش خالامه گفتم که خاله جان خیلی گپ کاره هست یک نفر همین گپ را میگه اینا همش خوشبختی مرا میخوان خالامشون هم باشن تقامشون هم باشن همش خوشبختی مرا میخوان که تو خوشبخت باشی شما خوشبخت باشین علاقه ما خوشبختی بله راستی حالی که همون را بینیم چی گم میشن یا که من خواستگاری میرم یا من خواستگاری یکم بله اون نیز میدونه که شما خانه دارید بله شوهر کردگی همش میدونم یک دختری نازنین داره همش میدونم وای نیز اویله‌دار شدگی است یا زن داره چی داشتگی
راستی تا حال وی اویلادار نشده. اما شما وقتی که یک شوهر نیست دیدگین، یک دختری زیبا دارید، با چنین حال شما نگاه نکرده، با شما اظهار محبت صدقا کرده و میخواد که با شما نیست ازدواج کنه. راستی به نهایت انسان خوب است. من و راستی یک سال نمیشناسم. خیلی شد خیلی شد. دوستی شما علاقه ایمو دوستی کهنه میگه ما؟ بله خیلی شد. من راستی یک 12-13 سال شد میشناسم شد. لیکن من وقتی که این آدم ما میشناختم همچون دوست رفیق بوده نه؟ بله همچون دوست صحبت میکردیم. در بین چند سالا بود که مثلا من ایران ندیدم. شما پیش ای شوهر کردن این شخص میشناختی؟ بله وقتی که من شوهر نداشتم این شخص من میشناختم. چه خیلی میشناختی؟ رنگی دوست بودیم ما راستی. فهمیدم رنگی دوست بودین. سبب شناسایی شما چی بود؟ این آدم تاکسی بود، همسایه بود، شناس بود، رفیق بود؟ راستی من طرف همین یوجنی خونه اپام می اومدم. خالام اپام می اومدم در همونجا شناس شدیم. در همونجا دیدم چقدر بودم که شناسی که ما اون وقتا راستی رنگی امی لوبوف نبودیم نه امی دوست باره صحبت میکردیم. شوخی و حزل میکردن نه که بین شما یک حزلی شوخی میز همچون دوست باری بدم؟ بله همین خلگر میزدیم راستی بعد در بین ما اویلادار شدم راستی ویا نیفتم دیگه ندیدم در بین چند زندگی ختم شده؟ پای زندگی ختم شدم. من فکر میکردم که یه آدم اویلادار شده مثلا همین فکر رو میکردم. بعدی که زندگی من خیلی شد همین طرفی همین باید کار میکردم شو بود راستی ای کار برآمدم در یک رستوران دیدم شد. اما تا هم باورش نیومد که مایم نمراش رقماش بر دست یک زنی که در همونجا کار میکرد بر دستی اوی روان کرد. من شناختم شد که همون آدمه. اما او از شما باور نداشت که به این درجه کار میکنه همین خیلی آدم شبه کرد که آیا همین شخص باشد یا نه؟ بله بعد راستی هم شبه کرد که من هوای هستم یا نه هم راستی کمی ترس در دلش آمده که یکی من روم وی من حقارت کنم. چی تو چیه که در اونجا مقصد هر یک از آبروی خشد دارای؟ بله بعد راستی همون من خواستم وی زنکی که در اونجا کار میکنم مرا اشاره کرد. من گفتم چیگه باشه که مرا اشاره کردیسته. من راستی خواستم دستامش رو گفته همونجا نمره رو داد که وی نمره روش در تو داد گفته کی گفته نگاه کردم که الکه وی برامد رو راستی بعد میخواد تلفن کردم بعد میخواد گاز زدم حالا باشه جدیه که مقصد آیلا دارشیم جدیه قطعش گپ زدی مثلا همه وقت صحبت کردی یکان بار گفتی که تا این وقتش مثلا مرا دوست میداشتی که زن نگرفتی مثلا رجدت کردی میدونستی که یه روز همین واقعه رخ میدی مثال دیگه بارم با هم دیگر شناس میشیم همین خیلی سوالات دادی یا نه؟ بله راستی من این سوالات چند هر یک گپ زدن مونده این سوال میتیم او فقط میگه که من همون وقتش در من محقول بودی در همون وقتش من دوست میدارم تا حالی را مرا یکم گپی ناجو گپ نزده یکم گپی گفتی گپا پس بلند گفته نیست؟ بله خیلی ما هم نیست با شما خوشبختی خانه خوشبختی شما پیش روی ما که در سند همراه شما نقش می‌آفریم ثبت میکنیم مثال هست جایی که مثال شوخی داره هزل داره مثال باید ما را جدی فهمن یکون جای خطاگی نداره ما همچون دوستیم اپایم برادریم و یکدیگر مثال محبت داریم محبت زیج همچون یک آیله داره خیلی آرزو میکنیم که خوشبختانه انسان شین الکه یکم در بخت نیافتید دیگه در بخت جهان برای شما بهترین نصیب شود و وقتی که آیله دار شین اول میخواهید پسر شود یا دختر؟ اگه پسرم دخترم مردش فرزنده راستی شکرانه الله میکنم که یک تا دخترچه دارم خداوند چیزی که نصیبی نه فقط صحب سلامت بهترین خیلی خدا خوش بخشین و بگذاریم به قسمت سوال دیگر وقتی که ما سوال گپ زدیم سخن شما را ما بریدم گفتیم که من در 14 سالگیم پدر ما وقتی که واخوری کردم سوال در قسمت پدر می رود که یک مختصرک با آیدی پدر که چند بار قطع شما واخوری کرد در کجا دیدین آیا شما
سخنش رد کردین قطعیش رفتین نرفتین همه کم دیگه صحبت اویدی پدر اختام میگذارم راسته در سن 14 سالگی میگم مرا یک همسایه ببین دید خیلی چند بارا دیده من گفت که سعیده گفت پدر آمدگی دیدنی نمیرشه گفتم نه نمیبینمشه چی ده نمیبینیشه میگفتم نمیبینمشه راستی نمیدانم چی روز بود که روز 9 سپتامبر یاد من نمیبره در همه طرف لنز که 9 سپتامبر مثال همونجا در برنامه داشت همون 9 سپتامبر برآمدیم دختری اماکی دختری اوچما اماکیش کتی بودم بعد نامی هوایی گرفتم و گفتم بیا یه جورایی این گفت کجا گفتم اتای ما آمده بریم بینیمشه بعد گفت مایلا راستی رفتم خونه اماکیم در خونه اماکیم همونجا نمیستاد پیش ای خونه اماکی رفت اومد نکرده؟ نه اولین باری که هم پدرتون ندیدن رفتین هم خونه اماکی راستی میدونستم برای که خونه خالم نزدیک ده همونجا نه خونه اماکتون هم میدونستین رفت اومد نداریم رفت اومد نه برای که ما همون کودکیم راستی نه سراغم کردیم نه رفت اومد کردیم راستی گفته بعد رفتم خونه اماکیم رفتم راستی من ندر آمدم و دختری هم اماکیم رفته گفت که گفتم برای فیراد کنم گفتیم من نمیرم رفت خیلی فیراد کرده پدرم برآمد بعد گفت که دخترتون سعیده آمده بود امیره گفته که راستی برآمد دوید پیشم دویده من مایز خیلی رفتم کچاق میکرد گریه کرده راستی بعد دست ما گرفت خانه در آمدیم خیلی شیشتیم خدا دروغم نکنه ساعت 3 یا 4 دسته بود بعد همونجا در خانه کمی بود گپ زدیم صحبت کردیم خیلی این نصیبه همین روزا رو دیدیم گفتم صحبت کرده که یا 10 دقیقه یا 15 دقیقه فکر شیشتم صحبت کرد خیلی گریه کردم بعد خستم راستی برآمدم رفتم خانه ببین رفتم آواز برآمد آخر که پدر خچه افته پیش پدرش آمده گفته راستی ببین کمی هم باشه زیخشی مقصد من با این روزا را رساندم شد و امروز پدر این سراغ میشه کمی باشه ببین گریه کرد یکی همون روزا دا خدمم زیخ شدم که چی با که من خورد بودم مرا سراغ نکرد مادری مرا پرتوف رفته اینه من به پدر و مادرم کلان شده باشم خطبه که من راگردان بودم نه مادر دیدم نه پدر دیدم همون روزا چی با که پدری ما در همه وطن نبوده یا اماکیم یا اولاد پدر یک بورتره خبر بگیرن من سراغ نکردم انا امروز شده مقصد آمد مرا سراغ داد در آمدم گفته خدمم خیلی زیخ شدم راستی بعد رفته که ای بین 2 سال نیامد 2 سال نیامده رقمش مونده در تلفن که یک چند بار صحبت کرده یک چند بار صحبت کردم پیش ایمی شوهر کردنم بله پیش ایمی شوهر کردم یک بار دیگه آمد ندیدمش راستی ندیدمش بعد که زندگیم ساز بود وای بود امی زیبا در دستم 1 ساله بود ولی استخدام 1 ساله نبود یا 7 ماه یا 8 ماه بود خونه آمدگی رمضان ده پدرم رمضان ده آمد یا 20 مینوت یا نیم ساعت ششتگی یا همون خیلم گریه کرده رفتگی این تا حال ما پدر من در توی تونم نه زنگ بود نه یکون دستگیری از جانب اماکیات پدر راستی در روزی تویم آمدن امام آمدگی بچه امام آمدگی یک امام راستی سراغ میکنه امی بعد که شوهردار شدم سراغ میکنه خونه می آمد می رفتن در روزی توی من یک امام کتی بچهش بده بهترین خیش مختون ای کودکی پدر و مادر دیدگی نیستین تمام مهر و محبتتون در فرزندتون دادگین مثال وقتی که همراه فرزندتون وقت میگذرانین
کوشش میکنه که فرزندتون همه چیزایی که از آب شما کشیده هیچ نکنه، هرچند که در غریبی هم بودین مثلا. بله کوشش میکنم که لحظه‌ای که بعد من درباره فرزند خودم نبودم اما روزا مثال خیلی فکرم نکنه، حسم نکنه، کلانش داشتم نگه که من معده بودم، خورد بودم، مادر من پرتو غریبی رفتم. حرکت میکنم، کوشش میکنم که از آبی که من دیدم فرزندی من نبینم. بهتره. خیلی باز سوال آیدی چی در شما پیشنهاد کنیم از جانب مخلصان؟ در عائله یک کسی نه؟ در عائله یک فرزندم کنه. نه دادر نه خواهر آقا یکم تا دیگر نیستن؟ نه. پسره که شما رو بزنی گرفتنی است شما رو همراه دخترتون نیز میگیره؟ بله. او راضی است؟ او راضیه، او میگه چه خیلی که من فرزند خودم میدونم و زیگورم هم خیلی میدونم که مثال ما یکم اگر مثال وای نباشه نفر که مرا به زنی میگیره، مرا که به زنی بگیره دختر مرا به فرزندی قبول نکنه، من او زندگی را او حیات نمیخوام. هیچ گاه مثال برای حیات خودتون از فرزندتون دوری نمیجوید نه؟ هیچ وقت. هر یک بودم کوشش برای همین قدر خیلی بهترین. دوستان عزیز این همه شما اطمینان خواهش میکنیم که دیدین صحبت را دیدین، چقدر دیدین همراه اپای زرابانو. چی سوال و چی درخواستی بود برای شما پیشنهاد کردیم؟ خیلی اگه اون سوال اگه اون درخواست دیگه باشه در کامنتر نویسین. انشاءالله بود در کاش برنامه دیوم هم نیست سیان کم میکنیم و آخران تمنیات شما با اهل نفرانی که در زمان تماشا دارم. آخران سوال ما همیه که برای مخلصان مثال از که شما گفتین که در کامنتر چیزی که می نویسن از اونجا اکای خوشم نیست که مثال گفته که مثال در کامنتر گپای سخنهای ناجو گپ میزنن. من بسیارش خواندگیم، من همه چی صحنه میبروه اول کامنتر رو میخونم بس صحنه رو تماشا میکنم که مقصد چه خیلی آمده سخنمون چه خیلی آمده گفته صحنه رو استاپ میکنم و اول کامنتر رو میخونم که چی نسه هست. بسیار نفرهای هسته که سخنهای به نهایت نقص نویستگی هست، نفرهایی که مثال سخنهای ناجا زدگی می نویسن. اگر امکانیتش باشه همون سخنها را خطابه که همین صحنه‌ای که ما که نمیفراتونه مثال تماشا نکنین یکمش دیمش همین سخنها را ننویسین. همین مخلصا همیره این گپ شما برای مخلصا هیچ وقت مخلصای اصلی شما در تک کامنتر هم نیستن. گپ کنم او همون افرانی هستن که مخلص نیستن، او همچون مخلص میدروین نه که با صفت پستی کاری ما مثل اگه جایی که زده انسان به کاملی نمیشه کم به کاملی که میده همون را تشکیل میکنه برای همون قدر مثل همین چیزا میگه یگان جای رو افتاده شویش نیسته. مثال از همه شما احترام خواهش میکنم این هرچه نباشه در بین ما زن است، زن جنسی لطیف است، نازکی دارد، نه که اگر زن هم باشه ما باردانو که دلش فعل رفتارش مثل مرده. برای که مرد بوده در رسی هم کار که در مهنتی در مهاجرت مهنتی هم همه کار کرده. یک مرد 40 هنر کما میگه 41 هنر داره، همه کار کرده. از همه شما احترام خواهش میکنم که هر یک صحنه ما را قدر کنید. دستگیری شما پیشروی ما است، همه کوشش ما برای شما دوستان عزیز و ان شاء الله باوری دارم که در آینده نسبت گروه ما اهل صنعتکارای ما اهل ایجادیات ما دستگیری و برنامه‌های خوب به نهایت زیاد می شود و هر یک شما پسند میاد. هر یک لایک، هر یک دستگیری شما، هر یک کامنتر خوب شما هم ما را خسن میگردونه، هم اپای ضرر اکای محترم خوشه اپای سعیده را اهل ایجادی ما را خسن میگذارن، اپای سیاره را بخشش ما همه وقت ناموی را پرپتت میکنم. همش خواهرای من، برادرای من، اکای من، اپای من و در انجام برنامه با همه شما بردباری تنصیحت با کل اون نفرانی که در مهاجرت مهنتی در ملک غریبی هستند سوق و سلامت با وطن برگردند و نزد زن فرزندکشون خدا نگهبان تا برنامه‌های آینده. در برنامه آینده کی را نیز برای شما دعوت کنیم. خدا نگهبان تا برنامه آینده. رحیم پروداکشن.